سلام دوست عزیز، خدا کنه که جور و صحتمند باشین و روزی خوبی خوشی رو آغاز کرده باشین. دوست عزیز، میخوایم بریم به یک کوه که بسیار مشهور است به نام سیاکو. دیگه بخیر میریم اونجا به کوگردی، هم تفریح هم رواش چینی. دیگه این اندیوالا دوستا رفقا جمع شدن، 3-4 نفر دیگه هم میاین، میریم اونجا. بخیر با ما باشین تا آخر برنامه رو تماشا کنین. خب قری صاحب خوب هستین؟ سلام، خسته نباشین. علیکم السلام، جور باشین، بخیر باشین. خب کجا برم خود شما به تفریح؟ خدا همراه دوستات مشوره صورت گرفته که به کوی سیاکو بلند بشیم. تقریبا طول از این کو تقریبا یک فرند پادمانه کو قرار داریم. 2 ساعت راه طی بکنیم، به سر کو بریم. انشالله یک فضای بسیار عالی همراه دوستا، یک میله خوب انشالله برگزار بشه و یک دیگر ساعتی بکنیم. دیگه فعلا هم شما مشاهده میکنید که اول پادمانه کو قرار داریم. میبینید که چقدر زیبا است و که مشاهده میکنید چقدر گل است که در واقع بسیار یک فضای عالی آدم لذت میبره. دوستای ما راه هستند که بیان این آبشاران از بعد ببینیم و بسیار لذت بخشه. دیگه فعلا در پادمانه کو قرار داریم که انشالله تا 1 ساعت یا 2 ساعت بعد دیگه به سر کو میرسیم تا آخر انشالله دوستا با ما باشن و تماشا بکنیم. پناه به خدا بریم خود شما حرکت کنیم که انشالله 2 ساعت یا 3 ساعت راه هست. دیگه هوا گرم میشه، خسته میشیم. راه سکری که مپای نو هوا دیگه پیاده ایم شما. پناه به خدا.